کدام زنی را که شب شوهرش در بستر فرا بخواند، کدام زنی را که شب شوهرش در بستر فراخوان بدهد که بیا در کنار من، در حالی که عذر مشروع ندارد، عذر شرعی ندارد، به مریض ماهوار و نفاس گرفتار نیست و شوهر زن ابا بکند، در بستر شوهر خود نرود، رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید لعنتها الملائکه حتی تصبح، تا زمانی که صبح می شود تمام فرشتگان آسمان به این زن لعنت می فرستند. تمام فرشتگان آسمان به این زن لعنت می فرستند. این حدیث ضعیف نیست، حدیث امام بخاری است. صبر را از ام سلیم باید یاد گرفت. من این داستان را قبلا هم گفتم، امام مسلم این حدیث را می آورد. ابو طلحه همسر ام سلیم است، همسر ام سلیم است، فرزند دارن خردسال، این فرزند مریض می شود. به خدا این عقلها خیره می شود وقتی این داستان را می شنیم. عقل خود من خیره شد. این حدیث امام مسلم است، کدام داستان افسانه هم نیست. حدیث امام مسلم حدیث صحیح است. امام مسلم می آورد این حدیث را که ابو طلحه پسر دارد خردسال، ام سلیم همسرش هست، پسرش مریض می شود. وقتی که مریض می شود شوهر ابو طلحه به ام سلیم میگوید من کار دارم، در سفر کوتاهی میروم، دوباره بر میگردم، متوجه فرزند من باشه که این فرزند دلبند من است، خیلی دوستش دارم. وقتی حرکت میکند در سفر، این تفلک مریضی شدت میگیرد، نمیتواند تاب و توان آورده، جان میدهد، وفات میکند. این طفل که وفات میکند، ام سلیم به خانواده اش میگوید هیچ کس حق ندارد در باره طفل من به پدرش چیزی بگوید، هیچ کس حق ندارد، من خودم با شوهر خود صحبت میکنم. شوهر دوباره بر میگردد. این زن ام سلیم زن است که رسول خدا در خانه هیچ کس غیر خانه همسران خود داخل نمیشد مگر گاهی میرفت خانه ام سلیم، روز از روزها میرفت خانه ام سلیم میخوابد. این ام سلیم زن عادی نیست، این ام سلیم شاگرد محمد امین است. با آواز بلند بگویید صلی الله علیه و سلم. میخوابد به خانه ام سلیم. رسول خدا سر اون بوریایی که خوابیده عرق میکند. ام سلیم بوتل دارد، بوتل خود را میآورد، چند قطره عرق رسول خدا را در اون بوتل جمع میکند. رسول خدا این حالت را میبیند، از ام سلیم پرسان میکند ای ام سلیم این قطرات عرق مرا چه میکنی؟ عرض میکند یا رسول الله من عطر دارم، این عرق را داخل عطر خود میاندازم که خوشبوتر بشود. من این عرق را داخل عطر خود میاندازم تا عطر من خوشبوتر بشود. الله اکبر. این است محبت به رسول خدا، این است عشق ورزیدن به رسول خدا، این است اطاعت و فرمانبرداری به رسول خدا. این را به زنان برسانی. چند قطره عرق شما را داخل عطر خود میاندازم تا عطر من خوشبوتر بشود. اخلاص را ببین که چی اندازه اخلاص دارد به رسول صلی الله علیه و سلم. همین ام سلیم وقتی شوهرش ور میگردد، فرزندش را میپیچاند، در لباس میبرد داخل خانه میگذارد، بسیار به چهره بشاش، سر و صورت خود را زینت و آرایش هم کرده. وقتی شوهر داخل خانه میشود، اولین چیزی که پرسان میکند فرزند من چگونه است؟ ام سلیم میگوید الحمدلله خوب آرام است، خوب آرام شده، هیچ سر و صدایی ندارد، آرام است. وقتی که این سخن را میشنود، ابو طلحه می آید، روزه دارد. ام سلیم می آید تمام غذا را درست می کند، در کنار همسر خود می نشیند، غذا می خورند، اما دلش مادر است، دلش چقدر درد دارد. اما از سیمای ام سلیم ابو طلحه هیچ چیزی نمی داند. نمیخواهد شوهر خود را آزرده بکند، نمیخواهد شوهرش را غمگین بکند، نمیخواهد که شوهرش از سفر آمده غمش را افزون بکند. برای شوهرش میگوید آرام است، غذا درست میکند، از غذا استفاده میکنند. همین شب با شوهر خود همبستری هم میکند. خیلی آرایش کرده، حدیث امام مسلم است، خیلی آرایش کرده و همبستری هم میکند. وقت نماز سحر
از اردوشان بلند میشن وقت نماز تهجد. سلیم به ابو طلحه نگاه میکند، میگه ای ابو طلحه فلانی قوم را میشناسی؟ در میان اون قوم عادت زشت هستند. میگه چی عادت دارن؟ میگه اونها عادت دارن اگر کسی به پیششان امانت را بگذارد، اگر دوباره صاحب امانت برود اون امانت را بگیرد، اون قوم امانت را نمیدهند. ابو طلحه میگن چه قوم بدی است که امانت را خیانت میکند. بعد عرض میکند شوهر من فرزند ما امانت الله بود، شوهر ما امانت الله بود، این امانت را الله دوباره از ما گرفت. حیران میماند ابو طلحه که چی بگوید، ما تو مبهوت میماند ابو طلحه که چی بگوید. حرکت میکند میآید به محضر رسول خدا، شکایت میکند که زن من با من این گونه کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید بارک الله علیکما فی لیلتکما. ای ابو طلحه امشب خدا برکت را به تو و زنت از آسمان سرازیر کرده است. از آسمان سر خانه شما برکت میبارد. به برکت این هم بستری خدا فرزندی به اینها نصیب میگرداند، اسمش عبدالله است. این عبدالله کسی است که در آغوش رسول خدا وقت تولد می شود در آغوش پیامبر گذاشته می شود. رسول خدا مقدار خرمایی را در دهن خود نرم می کند، بعد در دهن عبدالله می ریزاند و از این عبدالله 9 تا پسر می آید، هر 9 تاش حافظ قرآن می شود. این از اطاعت همین یک زن در برابر شوهرش. کجا هست این گونه زن که قدمهایشان بوسیده شود؟ کجا هست این گونه زن؟ دختر را مرد به محضر رسول صلی الله علیه و سلم پیشش می کند. مجمع الزوائد و منبع الفرائد این حدیث را می آورد. به محضر رسول صلی الله علیه و سلم کس دختر خود را گرفته می آورد. یا رسول الله این دختر من نمی خواهد شوهر بکند. رسول صلی الله علیه و سلم به زن فرمود اطیعی اباک، از پدر خود اطاعت بکن. چرا این کار را میکنی؟ وقت پدرت تو را به شوهر میدهد باید شوهر بکنی. زن به رسول صلی الله علیه و سلم نگاه میکند، بعد عرض میکند یا رسول الله قسم به آن ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده تا من ندانم حق شوهر چیست من نمیخواهم شوهر کنم. کجا هست این دختر پهنتونی و مکتبی، این دختری که در مدرسه درس خوانده و قرآن به دست دارد، این دختری که حجاب اسلامی دارد که پیش شوهر پیش پدر خود بیاید، پیش مادر خود بیاید بگوید شرم نمی کنم به خاطری که این حکم خدا هست، به من بگوین حق شوهر را پیش از این که مرا از خانه ببرد. کجا هست این دختران؟ امروز ما دختر بیشرم شده اگر از حق شوهر بپرسد. نه، این دختر بیشرم نیست که با پدرش به محضر رسول خدا می آید میگوید تا زمانی که از حق شوهر ندانم شوهر نمی کنم. رسول خدا عرض کرد دختر من تو می خواهی از حق شوهر بدانی؟ بله یا رسول الله. فرمود اگر بدن شوهر دانه های بکند و از اون دانه ها خون و ریم سرازیر شود و اون را با زبان خود پاک بکنی، اگر از دماغ شوهرت خون و زرداب سرازیر شود اون را ببلعی و بخوری، باز هم حق شوهر را ادا نکردی. باز هم حق شوهر را ادا نکردی. این از حق شوهر عزیز من. پس شما قضاوت بکنید. زن می آید به پیش شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت الله علیه عرض می کند من نماز می خوانم، نماز من شیرینی ندارد، نماز من حلاوت ندارد، قرآن می خوانم قرآن لذت ندارد، روزه می گیرم روزه من لذت ندارد، چیکار بکنم؟ حضرت شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت الله علیه فرمود تعلقت با شوهرت چگونه است؟ دختر گفت گاهی هم رفتار خوب دارم، گاهی هم رفتار بد دارم، گاهی وقت به تندی به همراهش برخورد میکنم، با زبان تند به همراهش برخورد میکنم. از شیخ محمد ناصر الدین البانی فرمود من از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث را شنیدم لا تجد المرأة حلاوة الایمان. زن هیچگاه شیرینی ایمان را احساس کرده نمیتواند، هیچ وقت لذت ایمان و عبادت را احساس کرده نمیتواند حتی تؤدی حق زوجها، تا زمانی که حق شوهر خود را ادا نکند. تا زمانی که حق شوهر خود را ادا نکند لذت ایمان را زن احساس کرده نمیتواند.
پس عزیز دل، این است حق یک شوهر بر بالای زن. قسمی که تو فهمیدی حق زن بالای تو چی هست، زن هم باید بداند که حق شوهر بالایش چی هست. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. هر زنی که از دنیا برود و شوهرش از اون زن راضی باشد، اون زن داخل جنت می شود. بگو الله اکبر. حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید در میان اصحاب پیامبر کسی به نام صدیق اکبر است که همه به نام او آشنا هستند، یار غار رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر صدیق میگوید ای ابابکر، روز قیامت از 8 دروازه جنت به تو صدا زده می شود و تو اجازه داری از 8 دروازه داخل شوی، از هر دروازه‌ای که میخواهی داخل شوی. ولی این طرف به یک کس دیگر هم رسول خدا این مژده را میدهد، به یک کس دیگر هم این مژده را میدهد که روز قیامت از هر دروازه جنت که داخل میشوی بشوی. اون کی هست؟ اون زنان هستند. بگو الله اکبر. دنیای غرب میگن اسلام به زن حق نداده، رسول الله به زن میگوید از 8 دروازه جنت از هر دروازه‌ای که داخل میشوی داخل بشو. این مردها چقدر درد و رنجشان زیاد است، چقدر باید زحمت بکشند، باید جهاد بکنند، تیکه و پارچه شوند، غذا درست بکنند، بروند به شهر کارهای شاقه بکنند تا یک لقمه نان برای زن درست بکنند. ولی زن 4 کار بکند از 8 دروازه جنت از هر دروازه‌ای که میخواهد وارد بشود. رسول خدا فرمود المرأة اذا صلت خمسها و صامت شهرها و احسنت فرجها و اطاعت بعلها فلتدخل من ای الابواب الجنت شاءت. زن 4 کار بکند، 5 وقت نماز به وقتش بخواند، روزه ماه مبارک رمضان بگیرد و شرمگاه خود را از خیانت به شوهر حفظ بکند و 4م از شوهر خود اطاعت بکند. فلتدخل من ای الابواب الجنت شاءت. از کدام دروازه جنت که میخواهد وارد جنت بشود. این جایگاه یک زن فرمان بردار در اسلام است. من قبلا گفتم اگرچه شوهر ظلم بکند ولی باز هم زن اطاعت از شوهر خود بکند. اگرچه پدر و مادر ظلم بکند به سر پسرش، باز هم پسر اطاعت از پدر و مادر خود بکند در امور مشروع، در اموری که شریعت فرموده است. این طرف حدیث دیگر را ببینیم. رسول صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، حدیث امام بخاری است، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائکه حتی تصبح. حدیث 3273 در بخاری است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود، میبخشید 2373 در بخاری است، کدام زنی را که شب شوهرش در بستر فرا بخواند، کدام زن را که شب شوهرش در بستر فراخوان بدهد که بیا در کنار من، در حالی که عذر مشروع ندارد، عذر شرعی ندارد، به مریض ماهوار و نفاس گرفتار نیست و زن ابا بکند، در بستر شوهر خود نرود، رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید لعنتها الملائکه حتی تصبح. تا زمانی که صبح می شود تمام فرشتگان آسمان به این زن لعنت می فرستند. تمام فرشتگان آسمان به این زن لعنت می فرستند. این حدیث ضعیف نیست، حدیث امام بخاری است. اگر زن را فراخوان داده می شود، رسول خدا فرمود اگر سر شتر از، در حدیث دیگر می آید، اگر سر شتر از شوهر قضای حاجت می خواهد از زنش، باید زن اطاعتش بکند، از سر شتر پایین شود. حتی اگر سر تنور است که نان داخل تنور است، اگر تنور را رها کند نانها می سوزد، باز هم رسول خدا می فرماید تنور را رها کند تمام نانها بسوزد، چرا مال شوهر سوخته، از شوهر خود اطاعت بکند. این است فرمایش دین در اطاعت شوهران، این است فرمایش دین و خواست دین از خواهران و مادران.
الله رب العزت و الجلال توفیق عمل به تک تک و فرد امت نصیب بگرداند. با خواهران و مادران ما الله هدایت و توفیق نصیب بگرداند که حق شوهر را بدانند، اسرار شوهر را فاش نکنند، به پدر و مادر شوهر دشنام ندهند، به خود شوهر دشنام ندهند. کس را که شوهر نمیخواهد داخل خانه اش بیاید، ولو این که برادر زن باشد، ولو این که پدر زن باشد، اگر شوهر نمیخواهد داخل خانه اش بیاید، اجازه نیست به زن که اون را داخل خانه اش اجازه بدهد. و همچنین اگر پدر و مادر دختر با دختر چیزی میگوید، هرگز سخن پدر و مادر خود را در برابر شوهر خود نشنود. اگر بدگویی شوهر را میکند پدر و مادر زن، نباید قبول بکند، چرا جایگاه شوهرش بالاتر از جایگاه پدر و مادرش است. این حقهای خیلی لازم است. از اون به بالایی که توان مالی شوهر ندارد، شوهر خود را مجبور نسازد که به من لباس درست بکن که از توان و طاقت تو بالا هست. اگر این کار را میکند، در صف ظالمان و مجرمان روز قیامت حشر میشود. دو زانو بشینیم که انشالله دعا میکنیم. یک خواهر از کابل تماس کشید، مشکل دارد، دعا خواسته است. و یک مادر هم سرطان دارد، دعا خواسته از ما. شما انشالله دعا بکنیم پروردگار شفای عاجل و کامل نصیبشون بگردن، رو خواهر ما را مشکلشان حل فرماید. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الهی ای ذاتی که تو کریم و رحمان و رحیم هستی، الهی از نیکویی بخشش و پرده پوششت ما را محروم مگردان. الهی ابر رحمتت را بر سر گناهانمان بینداز. الهی باران رحمتت را به دلهای آلوده از گناهمان بباران. الهی پروردگارا بندگان و غلامانی که گریخته از درگاه مولایش، پروردگارا جز به درگاه مولایش به جای دیگر راه ندارند. الهی ما به سوی تو آمده ایم، الهی ما در خانه تو قرار داریم. الهی مهمان هر چیزی از میزبان بخواهد اون را آماده می کند. خدایا ما از تو بخشش گناهان می خواهیم. الهی در خانه تو آمدیم، مهمان ناز دارد. یا الله، یا الله، مهمان ناز دارد، هر نازی که بکند میزبان بالا می کند. خدایا داخل خانه تو هستیم، ما مهمانان خانه تو هستیم. یا الله ما را توفیق توبه نصوح نصیب بگردان. الهی پروردگار از گناهان ما درگذر. الهی عزیزان از هرات، عزیزان از کابل، عزیزان از پروان، عزیزان از نیمروز، از فرا، از تمام شهرهای این کشور شاید در این مجلس ما باشند. الهی پروردگار هر کدام اینها در دل آرزوی دارند. پروردگارا اگر مطابق شریعت است برآورده خیر بگردان. پروردگارا اولا آرزوی من بیچاره حقیر و آرزوی تک تک و فرد این عزیزانی که در این مجلس هستند این هستند که ما را از گناه پاک بگردان. یا الله خسته شدیم، افسرده شدیم، در بدر شدیم. الهی آنقدر شیطان به ما ظلم کرد، آنقدر شیطان ما را اذیت و آزار رسانده. خدایا نه دست ما را پاک گذاشته، نه چشم ما را، نه گوش ما را، نه زبان ما را، نه پای ما را، همه آلوده شده. پروردگارا اگر آب رحمت تو این را نشوید، دیگر چیزی نیست که این را پاک بکند. خدای این آب رحمتت را به خاطر گناهان بندگان خود نگاه کردی. یا الله گناهان ما را بشوی. یا الله پیش از این که مرگ به سراغ ما بیاید ما را پاک بگردان. یا الله تا زمانی که ما را پاک نگونی خاک نگردان. یا الله، یا الله تو کریم هستی. خدایا ما از عذاب قبر، از سؤال نکیر و منکر بی خبریم، ما را با خبر بگردان. یا الله ما غافلیم، ما را آگاه بگردان. یا الله ما بی وفاییم، وفادار بگردان. یا الله ما بی تقواییم، پرهیزگار بگردان. یا الله ما فراری هستیم، پروردگار حلقه محبتت را به گردن ما بیانداز، ما را به سمت خود فرا
بخوان. یا الله ما بی نمازیم، نمازی بگردان. الهی نماز خوب نداریم، نماز خوب نصیب ما بگردان. یا الله اخلاق نداریم، اخلاق نصیب ما بگردان. زبان تند داریم، زبان ما رو شیرین بگردان. یا الله ما کینه و بغض و عداوت و حسادت داریم، سینه های ما را پاک بگردان. یا الله قصد داریم از قرض خلاص ما بکن. الهی پروردگارا تو کریم و مهربان هستی. اگر تا این دم به زنهای خود ظلم کردیم ما را ببخش. اگر زنان ما به ما ظلم کردن پروردگار اونها را ببخش. یا الله اگر تو نبخشی ما کجا رویم؟ یا الله اگر تو دروازه خود را ببندی به کجا رویم؟ یا الله جز در تو ما دیگر در نداریم. الهی به در تو استاده هستیم، به خانه تو جمع شدیم. یا الله عزیزان از راه های دور آمدن پروردگارا، این دلکای نازک ما را پروردگارا که خیلی نازک شده، یا الله اینقدر نازک شده که در این دلهای ما چیز باقی نمانده. یا الله این ملت بیچاره و ستم دیده و رنج دیده و غم کشیده چیزی برایشان نمانده. پروردگارا بیا با فضل و کرمت ما را خوشحال بگردان. یا الله قلبهای ما را پاک بگردان. یا الله پروردگارا محبت خود را به قلبهای ما بیانداز. الهی چی می شود که روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در کنار ما قرار بدهی. یا الله امروز یک سلام گرم از ما به رسول الله در مدینه برسان. یا الله به رسول الله بگو امت بیچاره تو طلب شفاعت کردن، پروردگارا به رسول الله بگو که از این امت بیچاره شفاعت خواهی بکند. یا الله تو کریم و مهربان هستی، دوباره سلام ما را سلام بر بگردان. یا الله مریضان اهل اسلام را شفای عاجل نصیب بگردان. الهی اموات ما را پدران و مادران و خاله ها و عمه ها و کاکاها و ماماها و خیشان اقربانی که رفتن قبرهایشان را پر نور بگردان. از گناهانشان درگذر. برادر ما قبرش پر نور بگردان. پدران و مادران اهل مجلس ما را اگر وفات کردن قبرهایشان را پر نور بگردان. الهی پروردگارا با فضل و کرمت امروز ما را خوشحال بگردان. الهی با توفیق توبت امروز ما را خوشحال بگردان. الهی با بخشش از گناهان امروز ما را خوشحال بگردان. الهی پروردگار امروز دعای ما را قبول بکن و این ملت بیچاره را از این دردها و رنجها و مصیبتها نجات بده. پروردگار از این دردها و رنجها این امت بیچاره را نجات بده. الهی حاکمیت قرآن را به ما حاکم بگردان. الهی پروردگار ما را مطیع و فرمان بردار خودت و نبی مکرم صلی الله علیه و سلم بگردان. و آخرین کلامی که به زبان ما جاری می شود در آخرین رمق زندگی که در ملاقات و تو می آییم پروردگارا، کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را به زبان ما جاری بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. تکبیر!